چند سال پیش که اسنپ باکس کار میکردم یه بار بهم خورد تا یه مسیری رفتم فهمیدم مطب به روانشناسی. منتظر موندم که پولمو پس بگیرم، دیدم صدای یکی از این مراجعین میاد. خیلی فضولی وایسادم که ببینم چی داره میگه. داشت میگفت آقای دکتر، من خیلی شبا تا مرز فروپاشی رفتم و برگشتم، درگیرم، کلافم، بلا تکلیفم، نمیدونم با خودم چندم. این حرفا رو که داشت میزد میگفتم چقدر منو داره میگه. رفتم پیش منشی، برگشتم گفتم خانم من میخوام نوبت بگیرم، ساعتی چنده؟ گفت ساعتی 500,000 تومان. حساب کاربریمو باز کردم، دیدم اونقدر پولم نمیرسه. اومدم پایین، سوار موتور شدم، برگشتم به خدا گفتم خدایا کنتور نمیندازه، تو حداقل اون ساعتی 500 تومانو نمیگیری، ولی منم درگیرم، بلا تکلیفم، کلافم. به جون خودت منم خیلی شبا تا مرز فروپاشی رفتم و برگشتم، فقط تنهایی زورم به خودم رسیده. عمیقاً از ته دلم هنوزم حالم خوب نیست، ولی الان چند سالی از اون روزا میگذره. خیلی با خدا رفیق شدم، فقط با خودش صحبت میکنم. اگه یه نفر داری که شنونده حرفات، قدرشو بدون، ولی اگه نداری فقط برو پیش خدا.